این مجرای خرد و نظرناگیر بعد آغاز بارانگری میتواند به یک نیروی توانای ویرانکار تبدیل یابد. فرارسی بهار برای مردم دهه آفتابلیقا به جز مژده خیر آوان تشویش هم هست. دریای دهنه در این فصل سیراب گردیده به سبب مستحکم نبودن ساحل به زمین و خانه های مردم تهدید می کند. مردم هم چند سال است عذاب این را می کشند و هر بهار کشتی آنها راههایشان و باغهایشان ضرر می بیند. روزا با طریق حشر کارها شده ایستادم. سال گذشته زیاده از 250 متر با طریق سیمتور خوابانی طریق حشر سیمتور خواباندیم و زیاده از 120 عدد کوبیکوی بیتونی ریخته شد. تقریباً 2 کیلومتر ساحل نیاز به سدبندی دارد. الکی با بالا رفتن سطح آب دریا تا 10 هکتار زمین کشتی مردم زیر لای آب مانده است. موضع آفتابلیقا در مکانی ریگزار جایگیر است و بارانگری نچندان زیاد هم میتواند باعث آمدن سیل‌های بزرگ شود. مردم با ارسال یک مکتوب از حکومت خواستند که خانه و زمین آنها را از تخریب شوی حفظ نماید. نگرانی آنها از این است که کارهای ساحل مستحکم کنی به کندی پیش می رود. با حکومت شهر گفتگیم، با همه گفتگیم، وقتی سیل براشون بد میان سوز میگن. مقامات میگن لایحه کم کردن ضرر دریای دهنه را روی دست دارند و مرحله به مرحله آن را عملی میکنند. لایحه آماده است. عین زمان در قسمت بالا در مسافه 850 متر کارهای برقرارسازی الکی در عرفه انجام یابی است و قسمت پایانش هم از ماه می ایون آغاز می‌گردد. در موضع آفتابلیقا فرودگاه شهر کولاب جایگیر است. آب دریای دهنه به اطراف آن هم تهدید دارد. مقامات حکومتی وعده دادند که این مشکل برطرف خواهد شد. مردم که هنوز لایابه از میان کشتش می‌گذرد به این وعده ها کم باور می‌کند.